بعد از ختم دانشگاه جمهوری تاجیکستان من در اداره ژورنال شرق سرخ، مجله شرق سرخ مدت 10 سال کار کردم تا مدیر مسئولی چند مدت هم مدیر مسئولی مجله بودم. بعدا همچون معاون رئیس اتحادیه نویسندگان تاجیکستان در عهد ریاست استاد میرزا ترسونزاده 10 سال دیگر اونجا کار کردم و اساسا کاری من بخشی ایجادی بود و تربیه نویسندگان جوان و تحلیل و تحقیقی و توسعه آثار نویسندگان تاجیک و نشریه های تاجیکستان و جمهوری های دیگر و مسکو و کشورهای خارجی. و بعد از فوت استاد میرزا ترسونزاده که رحمت حق به ایشان 15 سال رئیس اتحادیه نویسندگان تاجیکستان بودم، کار کردم و تا جایی که دست داشتم خدمت این ادبیات و بار این ادبیات برداشتم و نویسندگان نسل جوانتر هم تا خب با راه های ایجادی نوتری و تازه تر و در راه های جستجوی شعر نو و پرینسیپ های ایجادی نو، بینش نو راهنمایی کردم. و بعد در شورای عالی پارلمان شوروی در کمیسیون امور کارهای امور بین المللی اتحاد شوروی کار میکردم. اول معاون رئیس کمیته و در آخرها رئیس کمیته امور بین المللی شورای عالی جماهیر شوروی چند مدتی تا فرو ریختن اتحاد شوروی در این کار بودم. و بعد از فرو رفتن این کار اتحاد شوروی باز برگشتیم به وطن خود، به تاجیکستان و حالا در کمیته دفاع صلح جمهوری تاجیکستان به حیث رئیس که قبلا هم در این کار من بودم، در اونجا کار میکنم. در هیئت ریاست اتحادیه نویسندگان تاجیکستان هستم و دیگر کارها. ولی کارها چندان ضرور نیست برای یک شخصیتی که اگر شاعر باشد یا نویسنده باشد و ایجادکار باشد و عالم باشد، یک چیزی، یک کارهای اصولی هستند اینها.